وسط شهر تبریز ویرانه‌های میدانی هست که زمانی قلب یه امپراتوری بوده. این داستان میدان صاحب آباده، جایی که 4 قرن نبض قدرت ایران بود. همه چیز از یه باغ شروع شد که جهانشاه قراقویونلو با انتقال پایتختش اون رو به مرکز حکومت تبدیل کرد. اما دوران اوجش با اوزون حسن شروع شد، پادشاهی که بهش میگفتن شاه عقاب‌ها. اون میخواست تبریز پایتخت جهان ترکمانان باشه. برای همین این بناهای عظیم رو ساخت. بعد از اون پسرش سلطان یعقوب کار پدر رو تموم کرد و این مجموعه بی‌نظیر رو کامل کرد. اما چیزی که صاحب آباد رو خاص میکنه وسعت باور نکردنی اونه. مساحت این میدون حداقل 160,000 متر مربع بوده. برای اینکه تصور کنید یعنی حداقل 2 برابر میدون نقش جهان اصفهان. همین وسعت اون رو به بزرگترین میدان حکومتی تاریخ ایران تبدیل کرد. میدونی که جای 30,000 سربازو داشت. اینجا مرکز همه چیز بود. سیاست، ارتش، مذهب و حتی زندگی اجتماعی مردم. جهانگردای خارجی از دیدن شگفت زده می شدن. یکیشون نوشته بود که نظیرش هیچ جای دنیا نیست. حالا میرسیم به مهمترین میراثش. جوابی که باید تو اصفهان دنبالش بگردیم. وقتی صفوی‌ها پایتخت رو عوض کردن، از روی همین میدون نقش جهان رو ساختن. برای همین بهش میگن مادر میدانها. شباهت‌هاش واضحه. یه مرکز باز، 4 طرف بسته، مسجد حکومتی، کاخ و بازار. به قول یکی از مورخا، نقش جهان در واقع یه کپی کوچیک شده از صاحب آباده. اما بعد از صفوی‌ها جنگ، زلزله و بی‌توجهی کم کم این میدون رو به ویرانی کشوند. امروز هم ساخت و سازهای جدید و بی برنامه روی این تاریخ گرانبها رو پوشوندن. ولی اهمیتش خیلی بیشتر از اندازشه. این میدون الگوی طراحی میدانهای امپراتوری تو ایران شد. این میدون یه سند هویتیه، سندی که نشون میده تبریز قرنها مرکز سیاست و معماری ایران بوده. اگه بخوایم هویت تاریخی تبریز رو زنده کنیم، باید از همینجا شروع کنیم، از قلب گمشده امپراتوریش. من حسین علی محمدی هستم و خوشحال میشویم نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خودتان را با ما در میان بگذارید. کمک کنید صدای باریش سسی را به گوش دوستانتان برسانید. باریش سسی سیزین سسینس.